فرارسی سال نو میلادی را کودکان بیشتر انتظاری میکشند. برای آنها صحنه‌های جالب و افسانه‌ای و دیگر رمزهای سال نو خیلی عجیب و شوق‌آور است. مخصوصاً تربیتگندگان خانه‌های کودکان و بپرستاران که از عائله‌های کم بضاعت و بپرستار عبارتند مورد توجه صاحبکاران و شخصان خیرخواه قرار می‌گیرند. چنین یک چاره‌بینی ایدانه در خانه کودکان شهر ترسونزاده با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی و صاحبکاران محلی برگزار گشت. برای کودکان دسترخوان ایدانه آراسته گردیدند، برنامه کنسرتی منظور گردید. تحفه‌های سال‌نوی مهمانان چاره‌بینی خرسندی کودکان را باز هم افزون نمود. مورد ذکر است که برنامه ایدانه فرهنگی به واسطه با اشتراک اعضایان محفل هوسکاران خانه کودکان شهر ترسونزاده آماده گردیده بود و صحنه‌های جالب و دیدنی طبع اشتراکچیان را شاد نمود. در برابر دستگیری و غمخوری‌های بی‌واسطه دولت نسبت به این قشر آسیب‌پذیر جامعه، همچنین با دستور و هدایت‌های بی‌واسطه رهبریت مملکت همه مؤسسه‌های پرستاری یتیمان و بپرستاران و معیوبان و برجاماندگان به وزارت و اداره‌های دولتی وابسته کرده شدند و مسئولان مقامات دولتی به طور دائمی از حال و احوال باشندگان این مؤسسه‌ها باخبر می‌شوند. سرپرستی خانه کودکان شهر ترسونزاده کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک به عهده دارد و طور مسئولان مکتب اینترنت میگویند دستگیری‌های رهبریت و کمیته اتفاق کسبه کارخانه را آنها به طور دائمی احساس میکنند. برنامه فرهنگی کودکانه با اشتراک قهرمانان افسانه‌ای برای کودکان ذوق‌آور بود و خاطر آنها را بریده گردانید. این از آن شهادت می‌دهد که مردم سربلند کشور هدایت و راهنمایی رهبریت عالی مملکت را در مورد کمک و دستگیری طبقه نیازمند جامعه دستگیری همه‌جانبه می‌نمایند.